دو سه دانه رادیو بود که در وقت حکومت ربانی، در حکومت برهان الدین ربانی فعالیت داشتن. دیگه تمام عبدالعلی مزاری رسانه در دستش نبود، آقای گلبدین رسانه در دستش نبود و این شورای نظاری ها، این اشرارزاده ها و این حکومت برهان الدین ربانی به شکل سیستماتیک بالای سر مردم قنداری ها را گوشایش بریدن، بینی قنداری ها را بریدن و اجسادشان در مناطق هزاره انداختن و بالاخره به آقای مقدون رحیم گفت که شما اعلان بکنین که هزاره ها این جنایت کردن. یا هم میخ میکوبیدن بالای سر مردم، بدون شک هزاره ها اونا ظلم خود کردن. ولی روایاتی را که ما شنیدیم، اسنادی که در دست ما هستند، خود شورای نظاری ها ظلم میکردن و بالاخره در رسانه اعلان میکردن که عبدالعلی مزاری کردن. از طرف دیگه یک چیزی که هیچ وقت فراموش نمیشه و کم کم در یاد خود ما هستن، در میوجات پیچکاری زهری میکردن. مثلا در ام پیچکاری زهری میکردن، در خربوزه پیچکاری زهری میکردن، در سیب پیچکاری زهری میکردن و بالاخره مردم مسموم میساختن. وقتی که مردم مسموم میشه، باز اینا از طریق رادیو و از طریق رسانه ها میگفتن که اینها کاری هزاره هستن، گویا خدای نخواسته اینا شیعه هستن، شیعه ها ظالم هستن، شیعه ها خدای نخواسته کافر اونا را خطاب میکردن و به نحوی همین مردم هزاره را دشمن میساختن با تمام ملت. و این رسانه برای خودت معلوم است که رسانه یک قدرت بود دیگر و تا حدی کمپاین ها را به پیش بردن. مثلا اونمو جنایتکار احمد شاه مسعود حتی در تشناب عکسش میگرفتن، در سر نان عکسش میگرفتن، در سر نماز عکسش میگرفتن و بالاخره به گونه نمی آدم به دنیا قسم معرفی میکردن که ناجی بشریت است و این آدم بسیار خوب است. برعکس گلبدین حکمتیار راکتیار معرفی میکردن، عبدالعلی مزاری جنایتکار و میخکوب معرفی میکردن، در حالی که سیکو یک ظلم بسیار زیاد کلان. ما براتون میگم مناطق گلبدین حکمتیار طرف کارتینو بود، طرف شاشهید بود، طرف تانک لوگر بود، طرف نزدیکای دیوانان بود و یک بخشی از واصل آباد چلسوتون بود. اینا میگه گلبدین حکمتیار راکت پران بود، مچم راکتیار بود. اینا ما شما به مثابه یک منصبدار با تجربه که خودت هست، اگر گلبدین حکمتیار از واصل آباد، از کارتینو، از از تانک لوگر و بالاخره از دیوانان و از شاشهید راکت میزد، خب باید دشمن میزد، یعنی خیرخانه را باید میزد، یعنی ارگ باید میزد، یعنی جاهایی را میزد که احمد شاه مسعود اینجا بود. شما برای من یک دونه اثر نشان بده که خیرخانه یک قدر راکت خورده باشه یا ارگ راکت خورده باشه یا طرفای کوتل که آقای تحت کنترل احمد شاه مسعود بود اینا راکت خورده. برعکس راکت نخوردن، این طرف زیاد راکت خورده. چلسوتون خانه ما بود، واصل آباد یک دونه دیوار جور نمونده. خب پس آیا گلبدین حکمتیار دیوانه بود که خود راکت میزد؟ آیا گلبدین حکمتیار اعصاب خود از دست داده بود که خود راکت باران میکرد؟ نه خیر. یعنی چنین دروغای اونجا وجود داره. در این قسمت اگر شما خواسته باشین، سوال اینجاست که حقایق از این واقعیت‌ها رو به نسل جوان بگو، حقیقت‌ها رو به نسل جوان بگو، چون من نمیخوایم که جنایتکاران من بعد قهرمان خطاب شوند و این خبرهای دروغینه که حتی دنیا را اینا فریب دادن با اخبار دروغین.